اگر خوب دقت کنید، اگر عشق باشد، خوب دقت کنید، اگر عشق باشد، نه فاصله سنی، نه فاصله طبقاتی، نه اختلاف فرهنگی، نه فاصله تحصیلی، به هیچ عنوان نمیتواند در عظمت این عشق اثر بگذارد. اگر عشق برید با یه آدمی، با یه پیرمرد 80 ساله ازدواج کنید، با یه پیرزن 90 ساله ازدواج، اگر عشق باشه، یعنی اگر، ببینید چه زمانی عشقه، زمانی که احساس کنی خالص و بیریا و بدور از شک و ریب و تردید با خودت محاسبه کردی که